سلام بچه ها، من مهتابم. به چنل یوتیوب من خوش اومدین. این ویدیو پارت اول از ویدیوهایی که قراره با من گریمور بشین، پس به پارت اول با من گریمور شو خوش اومدین. یکی از پرتکرارترین سوالاتون اینه که برای گریم کردن از چه لوازمی باید استفاده کنیم و چجوری باید شروع کنیم. توی این ویدیو قراره کامل همه لوازم رو بهتون نشون بدم. خب بچه ها، ما الان یه سری لوازم داریم که دیگه انقدر قیمتشون گرون شده لوازم لوکس حساب میشه. شاید اسمشو شنیده باشین، از برند کریولاینه. این برندیه که تو سینماهای ایرانم از همین برند استفاده میشه. بچه ها چند تا پالت داره، هم پالت سوپرا داره هم پالت آکوا داره. حالا اصلا سوپرا و آکوا چی هن؟ آکوا رو شاید اکثرتون بدونین، رنگایی هن که با آب فعال میشن، ولی سوپرا رنگای چربی هستن، مثل کرم پودر جنسشون میشه گفت، که شما میتونین صورتتون رو یا هر سطحی که بخواین با اون رنگ کنین. ولی رنگای سوپرا نیاز به خوش شدن دارن و متاسفانه رنگ سوپرا مهمه که چه برندی باشه که قشنگ بتونه بگیریم شما جلوه بده و اون کیفیت خوبه رو داشته باشه، که خب پلت‌های کریولاین شامل این خصوصیات میشن. حالا بریم با هم یکیشون رو باز کنیم نگاه کنیم. بچه‌ها ببخشید این یکم کثیفه، کسایی که گریم میکنن میدونن همه پالت‌های گریمورا همین شکلیه، چون هر چقدر تمیز کنی دوباره همین شکلی میشه. خب بچه‌ها این یه سری رنگا داره، کلاً هم رنگای سوپراش بکنم 2-3 تا پالته. حالا توی پیجش که برین میتونین کامل ببینین. برای پیج اینا هم راستی توی دایرکت اینستا به آیدی مهتاب میکاپ دایرکت بدین که پیجشون رو براتون بفرستم. خب بچه این یه سری رنگاشه که واقعا پیگمنتاشون خیلی قویه. اینا همون رنگای سوپراه و خوب شد این افتاد. بچه یه خوبی که داره اینه که شما از این پالت هر رنگو که تموم کنید زیر هر کدوم یه کد داره. شما میتونید زنگ بزنین و بگین من مثلا کد 71 رو تموم کردم و فقط همین یه دونه رو شارژ کنید. یکی از خوبی هایی که این پالت داره همینه. خب من یکی از رنگاشو براتون تست میکنم که شما کیفیت رنگشو ببینید. همینجا میزنم. بچه انقدر پیگمنتش زیاده که شما واقعا با یه مقدار کوچیک میتونین به جرئت بگم اون سطحی که میخواین یا حتی صورتتون رو رنگ کنین. خب این پالت سوپراش بود. بچه الان قیمتاش یکم زیاد شده، ولی میگم اگر بتونین کریولاین تهیه کنین خب خیلی بهتره. من خودم اینا رو قبلا گرفتم. و یه مدل دیگه هم هست، اینش زیاد کاربردی نیست، من پیشنهاد نمی کنم اینو بگیرین. این توش رنگای متال و براق‌طوره که حالا اینم یه رنگش رو براتون تست میکنم. ببخشید این کثیفی های رو پالتم بود. اینم رنگ براقشه. خب حالا بچه اگر شما میخواین کریولاین تهیه کنین ولی اون 12 رنگش رو نمیتونین تهیه کنین، میتونین از پالت های 6 رنگش استفاده کنین که 6 تا رنگ اصلی رو داره و شما با ترکیب کردن میتونین هر چی که بخواین خب به دست بیارین. که اینجا سفید بوده که سفید تموم شده. حالا راجع به سفید و مشکی که پر استفاده هستن بهتون یه سری توضیحات دوباره میدم. خب بچه اینا رنگای سوپرا بودن که وقتی اینا رو توی گریم استفاده میکنین لازمه که حتما با پودر فیکس خوش بشن، وگرنه دقیقا مثل کرم پودر چرب میشن و لایه خطوط پوست میمونن و کلا گریمتون رو به هم میریزن. خب بچه این یکی مدلش رنگای آکوا هستن که با آب فعال میشن، که اینم این رنگا رو داره. یادم نمیاد رنگ بندی دیگه هم داشته باشه یا نه، حالا میگم تو پیجش برین خیلی کامل میتونین اینا رو ببینین. من آب میارم اینم براتون تست میکنم که چقدر کیفیت داره و خوب رنگ میده. فعلا بریم سراغ بقیه تا من آب بیارم اینو تست کنم. خب بچه حالا اگر شما بخواین یه پله از کریولاین بیاین پایینتر، هم از لحاظ قیمتی هم از کیفیتی، نه کیفیتی میشه گفت اینم خوبه. خیلی از کسایی که الان دارن گریم میکنن از این محصولی که الان میخوام بگم استفاده میکنن. اصلا چیزی نیست که بد باشه، حالا براتون تست میکنم. ولی از لحاظ قیمتی قیمت مناسب تری داره و حجم بیشتری داره. بچه این پالت فراروسی یا فراروشیه
که 2 مدل داره. یه مدلش فکر کنم چینیه و یه مدلش رومانیاییه. میگن این مدل رومانیاییش پیگمنتش بهتره، اینی که من دارم هم رومانیاییه. حالا نمیدونم واقعیت داشته باشه یا نه. خب بچه اینو میبینین، همینطور که میبینین 12 رنگه، حجمشون هم خیلی زیاده. خب حالا بریم اینم براتون تست کنم. اگر من خودم بودم الان میخواستم گیریمو شروع کنم، از این پلت شروع میکردم. خب بچه من یه رنگشو برداشتم، میبینید اینم پیگمنتش خیلی خوبه. من دستمو چیکار کردم. حالا مثلا یه رنگ دیگه‌ش هم بخوام تست کنم، حالا زرد که بگیم بیشتر پیگمنت معلوم میشه با زرد. ببینید اینم قشنگ پیگمنت داره. خب پس اینم شد از این پلت که به نظر من خیلی مناسب و اقتصادیه. اگه من بودم از این شروع میکردم. خب حالا بچه‌ها یه موقعیتی هست که شما میرین اصلا نمیدونین میخواین این راهو ادامه بدین یا نه. شاید اصلا خوشتون نیامد و نمیخواین این همه هزینه کنین. توی این مواقع من به شما یه پلتی رو معرفی میکنم که بچه‌ها این جزء اولین پلتاییه که من گرفتم. من از دیجیکالا گرفته بودم حدود 4-5 سال پیش. نمیدونم هنوز موجود داشته باشه یا نه، ولی بازم یه پیجایی هستن که موجود دارن و همچنان خیلی از گریمورهایی که پیج دارن از این استفاده میکنن. قشنگ کار رو راه میندازه. شما حتی میتونید از این تهیه کنین. من براتون تست میکنم. مثلا این رنگ زردشه، کجا تست کنم؟ ببینید اینم به نظرم بد نمیاد. یا مثلا آبیش، اینم از آبیشه. چجوری دارم تست میکنم من. ببینید این رنگ آبیشه، میبینین خیلی پیگمنت نداره. بعد جنسش جوریه که به جای این که رو پوست بشینه و پخش بشه، انگار چربه و از بین میره شما وقتی میخواین اینو فیدش کنین. میبینین؟ ولی خب میگم برای شروع چیز بدی نیست. و میگم من اینو از دیجیکالا گرفتم. شاید اون پیجی که دیدم از این موجود داره کیفیتش کمی از این بهتر باشه. شاید حالا این خیلی چیزه که یه رنگ بندی دیگه هم داره. البته پلتش شکسته. بیشتر رنگای قرمز و صورتی داره که هم واسه هالووین خوبه، هم این به عنوان پلت رژ لبش بود که چون قرمز و قهوه‌ای و اینا داشت، من گفتم برای خون و خونریزی و اینا خیلی مناسبه گرفته بودم. ولی خب میگم من چون بعدش کریولاین رو گرفتم دیگه اصلا از اونو خودم هم زیاد استفاده نکردم. حالا راجع به رنگای سفید و مشکی که خیلی پر استفادهن، شما میتونین سوپرا کالرای تک بگیرین از همون کریولاینه. مثلا این رنگ سفیدشه، چون خیلی استفاده میشه دیدین که تو پالت تموم شده بود. من اینا رو جدا هم خریدم. میبینی من حالا خیلی کم زدم چون ناخونم توش نمیره. اینم پیگمنت رنگاشه. خب یا حتی آکوا هم همینطور. حالا آکوا کریولاین رو من پیشنهاد نمی کنم این مدل سنگیشو، چون هزینهش خیلی بالاست. میگم الان خیلی گرون شدن. ولی خب مثلا کلا آکوا و سوپرا رو بهتره که سفید و مشکیشو حجم زیاد داشته باشید. بچه‌ها برای رنگای سوپرا من هم کریولاین رو بهتون معرفی کردم که دیگه لوکس حساب میشه. قیمتش هم اینجا براتون میزنم. یکم متوسط تر فراروسی یا فراروچی رو بهتون معرفی میکنم که باز قیمتش رو اینجا میزنم. البته این قیمت ها میدونین دیگه هر روز ممکنه که تغییر کنه، ولی خب الان که این ویدیو رو گذاشتم تو این هول و هوش قیمتن. و این یکی که خیلی دیگه اقتصادیه و این قیمته. خب حالا برای آکوا من فقط بهتون کریولاین معرفی کرده بودم که خب اگر شما بخواین یه نسخه اقتصادی ترش رو استفاده کنین، الان بهتون میگم که باید چیکار کنین. جا گذاشتم بعد برم بیارمش. بچه‌ها من رفتم چک کردم، متاسفانه اونا رو خونه جا گذاشتم، با خودم نیاوردم که الان ویدیو بگیرم. عکسشون رو اینجا براتون میذارم. اینا هستن و اینکه اسمش هم رنگ سیلکه. فقط یه قلقی که دارن خب قیمتشون خیلی مناسب تر از کریولاینه. فقط اینکه یکم بعد قلقش دستتون بیاد. رنگاش بعد از اینکه خشک میشن یکم ترک میخورن و میریزن که اونم میگم قلقش دستتون بیاد شاید بتونین یکم باش بهتر کار کنین. ولی خب کریولاین اصلا ترک و اینا تو کارش نیست.
من الان یه رنگشو قلممو زدم تو آب براتون تست میکنم. همه تستام هم شد زرد و آبی. در رنگ نارنجی شو قلم خیسمو میذارم توش و اینجا براتون تستش میکنم. یا حالا یه رنگ دیگهش مثلا قرمزشم براتون تست میکنم. اینم از رنگ قرمزش میبینین کاملا پیگمنت داره و اصلا ترک و اینا هم نمیخوره. اینم شد از رنگای آکوا. بچه‌ها چیز بعدی که شما برای گریم کردن نیاز دارین به غیر از پودر فیکس که پایه ثابت گریمه و بدون اون نمیتونین گریم کنین، پالت سایه های رنگی هستن. بچه‌ها برای این کار چون گریم خیلی واقعا مواد زیادی استفاده میشه براش، شما میتونین از پالت سایه های چینی که حالا برند خاصی هم نباشن استفاده کنین. من خودم هم همین کارو میکنم. هرچی هم که رنگی تر باشه بهتره، چون خیلی رنگای خاصی یهو تو گریما نیازتون میشه که اصلا فکر نمیکردین همچین رنگی بخواین. مثلا من خودم کل این پالت رو برای این رنگش و این رنگش خریدم، اصلا فکر نمیکردم روزی بنفش این رنگی نیاز داشته باشم. و اینم حالا یه پالت دیگه است. فقط مهمیش اینه که اینا خیلی پیگمنت خوب بدن. من حالا باز اینا رو بخوام براتون تست کنم خیلی چیز خاصی نیستن، چون برنده زیادی هست که میتونین بگیرین. اصلا رنگ نداد. بذارین یکی امتحان کنم. بچه‌ها یه چیزی باشه که در این حد بهتون رنگ بده کافیه. شما اگر اون رنگای سوپرایی که استفاده میکنین و گاهی وقتا به جای اینکه با پودر فیکس خشکش کنید با سایه همرنگ همون رنگی که استفاده کردین خشکش کنین، خیلی جلوه گریمتون بهتر و قشنگتر میشه. خب دیگه فکر کنم همه چی رو راجع به گریم بهتون گفتم. راستی راجع به براشا هم چیزی بهتون بگم. بچه براشا کلا خیلی اونقدر تو گریم مهم نیست، توی میکاپ چرا ولی توی گریم نه. و چون گریم جوریه که هر گریم رنگ خاص خودشو داره، شما بعد از هر گریم باید براشاتون رو بشورین. برای همین نمیتونین بیاین از براشایی که برند خاصی ان و حالا مثلا پک 10 تاییش 12 تاییش 4-5 تومن استفاده کنین، چون شما همش باید اینا رو بشورین. برای همین من اینم از دیجیکالا گرفته بودم چند سال پیش، از این بی‌اچ‌اییه که بی‌اچ‌ای فیکه. خب اونقدر پلاستیکی نیست، امیدوارم که معلوم باشه. اونقدر پلاستیکی نیست ولی خب موی طبیعی و اینا هم نیست، ولی خب هر چی که هست من خیلی ازش راضی بودم. شما هم یه چیز متوسط بگیرین، حالا نه میگم برند باشه که خیلی گرون باشه و شما هی بخواید بشورینش و موهاش خراب بشه، نه یه چیز خیلی فیک پلاستیکی باشه که رنگتون رو بخوره و خوب در نیاره. فکر کنم دیجیکالا هنوز اینو داشته باشه، سرچ کنین براش یه ست میاره که یه کیفه و 10-12 تا شاید 15 تا براش داره. قشنگ خودتون ببینین متوجه میشین که اینه. میتونین از همین بگیرین یا هر براشی که دارین با اون شروع کنین. همین دیگه. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. بچه‌ها اگر ویدیو رو دوست داشتین و براتون مفید بود حتما لایک کنین، سابسکرایب کنین، توی کامنت ها بهم بگین که ویدیو رو دوست داشتین. من توی ویدیوهای بعدی از چیزای حرفه‌ای‌تر که مربوط به گریم باشه براتون توضیح میدم. تا ویدیوهای بعدی، خدافظ.